سلام خدمت همه عزیزان. امیدوارم که یکی از بهترین روزهای زندگیتون رو پشت سر گذاشته باشید تا به الان و از این جلسه به بعد از صحبتایی که قراره امروز بشنوید از فردا بهترین روزهای زندگیتون تو مسیر باشه. خدا رضا مرتبه شکر، خدا رضا مرتبه شکر یه بار دیگه این فرصت دست داد که بتونیم در خدمت شما باشیم. امیدوارم که خیلی زود تعداد به یه حد نرمالی برسه تا ما بتونیم جلسه رو استارت بزنیم. فکر کنم 1 دقیقه من بتونم منتظر بمونم. جلسه بعد 1 دقیقه استارت میخوره. من از مهمون جلسه دعوت میکنم که تشریف بیارن و جلسه رأس ساعت 10 شب تموم میشه. کلن 1 ساعت در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً که توجه بفرمایید به صحبتایی که قرار مطرح شه. توصیه من به شما این هستش که توی شرایط متمرکز به صحبت رو گوش بدین، چون که احساس میکنم صحبت امروز بسیار بسیار بتونه کمک کنه به عزیزانی که دوست دارن توی موفقیت به دست بیارن. امیدوار هستم که یه عالم از سوالات و ابهامات ذهنی شما رو بتونیم مرتفع کنیم و امروز در خدمت یکی از بزرگان این صنعت توی ایران، یکی از بهترین های ایران، یکی از قوی ترین و موفق ترین افرادی که اسمشون برند هست، تقریبا میتونم بهتون بگم که تموم کردن این کار رو توی ایران فعلا با توجه به پلن هایی که وجود داره و با توجه به شرایطی که وجود داره. تقریبا جزء افراد انگشت شماری هستن که موفقیت سطح بالا به دست آوردن توی این تجارت و قطعا میتونه نظراتشون بسیار بسیار به ما کمک کنه. من میخوام اگر مهمون جلسه‌مون توی لایف حضور دارن درخواست بدن. ساعت 21:06 هست. ما کم کم جلسه رو شروع کنیم و انشالله 1 ساعته بتونیم جلسه رو تموم کنیم. توصیه من به شما این هستش که شاید نتونم لایو رو سیو کنم. توصیه من به شما عزیزان این هستش که نوت بردارید، بنویسید، حالا مطالبی که عنوان میشه بتونید ازش استفاده کنید و اگر مهمون جلسه تو جلسه حضور دارن و محبت بفرماین درخواست بفرستن، ما میتونیم در خدمتشون باشیم. امیدوارم که واقعا از ته قلبم میخوام که یه جلسه بی‌نظیر رو برگزار کنیم، یه جلسه بی‌نظیر رو داشته باشیم که قطعاً با توجه به مهمونی که این جلسه داره قطعاً یکی از بهترین جلسات زندگیتون رو قراره بشنوید، قراره توش حضور داشته باشید. حالا دوستان عزیز درخواست میدن که مهمون جلسه نیستن. اگه مهمون جلسه لطف کنن درخواست بدن ما میتونیم در خدمتشون باشیم، عالی میشه. بله من کامنت ها رو میبندم. خیلی خیلی ممنون بابت حضورتون. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بسیار بسیار محبت کردیم. مرسی بسیار عالی. من میخوام با اجازهتون خیلی تا ساعت 10 تمومش کنیم، چون حالا نمیخوام زیاد از حد هم مزاحم شما باشیم. خیلی دوست دارم هم سرعت پینگ پونگمون بالا باشه، یعنی هر بکندی با یه فورهندی پاسخ داده بشه و هر فورهندی با یه بکندی پینگ پونگی. میخوام یه ذره با هم سرعت جلسه رو بالا ببریم. حالا منظورم این نیستش که مثلا من سوال میپرسم شما بگید که مثلا گزینه 1 یا 2 گزینه 2 بریم سوال بعد. مثلا یه ذره 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کنم کلا 5 تا یه پینگ پونگی با هم کنار هم داشته باشیم. خدمت شما عرض شود که من برای شما رو معرفی کنم. فردی که رو معرفی کردم، فردی که من حقیقتش هیچی از این نمیدونستم. هیچ ادعای الان ندارم که مثلا چیزی میدونم و اینا، ولی حقیقتا صفر من رو حالا به اینجا رسوند. حالا نمیدونم اینجا خوبه بده کم زیاده، اینجا از صفر به اینجا رسیدن رو من مدیون فردی که تو زندگی من واقعا جزء افراد تاثیرگذار هست. پدر، مادر، برادر، یعنی در حد خانواده، یعنی هم رده و هم رده خانواده من هستن. از لحاظ تاثیرگذاری شاید تاثیرگذارترین فرد زندگی من باشن به قطع و به یقین. و اینکه
آره، و اینکه هر چی که الان هست رو من مدیون ایشون هستم. بی نهایت تشکر میکنم ازشون که تو این لایو منت به سر ما گذاشتن و حضور دارن و از بزرگیشون هستش که تو این لایو حضور دارن. حقیقتا هیچ چجوری به شما بگم، هیچ اجبار، من گفتم آقا یه جلسه بریم بدون هیچ پیش شرطی جلسه داره برگزار میشه ساعت 21:14. میخواستم از زبون خودتون رو یه معرفی کوتاه بفرمایید، همونطوری که چون خیلی از عزیزان ورودی جدید هستن شاید آشنایی نداشته باشن و دوست داشتم از زبون خودتون کی بود که وارد شد، اون کی بوده خیلی دوست دارم، کی بود، چی بود، اونو خیلی دوست دارم بدونم و اینکه از اونجا شروع کنیم و بریم جلو ان شاء الله. یعنی بگم از قبل کردم چی بود بعد اومدم چی شد که حالا با هم میریم جلو. اون کی بود که اومد یه کی بود؟ چی بود؟ عرض کنم خدمتتون که دیگه تقریبا حالا اگه بچه تو این جلسه باشن میدونن دیگه ما خب هم رشته همین، من بودم داشتم توی که بعد اومده بودیم تو شرکت پیمانکاری داشتم، کارم هم فوزی کاری اونم عمران بود دیگه، یعنی تا خاک و میگم عمل بنای تحصیل کرده بودیم، کار عمرانی. آرزم خدمتتون که تمام چیزی هم که تصوری هم تو ذهنم این بود که من با عمران باید زندگیمو بسازم و تا قبل سال 93 خیلی به قول همیشه میگه اگه اونو توی رشته مهندسی عمران میذاشتیم ما هر چقدر که اومده بودیم بالا 10 برابر میرفتیم بالا، ولی موضوع اینه که اون 10 برابری که من تو رشته عمران میدیدم که بریم بالا باز همون چیزی که من تو ذهنم بود نمیشد. شاید یکی از دلایلش اینه که من قبلا یه دوری تو اون فضای قدیم بودم و اونجا یه بار سقف ذهنیم برداشته شده بود، یعنی من زندگی رو از یه دریچه دیگه ای میدیدم. بعد که اومدم دیگه اون حالا جمع شد و ما فهمیدیم غیر قانونیه، یعنی غیر قانونی اعلام شد و ما بلافاصله اومدیم بیرون، دیگه من نتونستم هیچ جوره اون پازل هایی که من تو ذهنم از زندگی، اون تعریفی که من از ذهنم تو زندگی داشتم دیگه نمیتونستم پیدا کنم. یعنی عین مرغ پرکنده بودم که هر سری به یه جایی میرفتم و به یه مسیری به امید این که بتونم یه چیزی شبیه اون پیدا بکنم، واقعیت قضیه. ولی واقعیتش میخواستم هنوز یه جایی پس ذهنم هنوز میدونی یه خاکستری بود که اگه یه فوت میکردی روش باز اون گداختگی و اون آتیش و حرارتش وجود داشت. منتها انقدر دیگه شرایط زندگی ما رو برده بود به سمتی که پذیرفتیم آقا دیگه اون دوره تموم شد. یعنی این باعث شده بود که من یه خورده میدونی با اینکه خیلی پرکار بودم ولی مثلا 30% ظرفیت‌ها میذاشتم وسط، یعنی احساس می‌کردم بی‌فایده است، من این همه بجنگم بی‌فایده است، بخاطر اینکه خب من اون موقع مثلا گرفتیم مثلا چند برابر حقوق کارمند بود و تو سن مثلا پایین، رو همین حساب دیگه نشد دیگه، یعنی اون فضایی که من تو ذهنم بود رو نشد تا اینکه یعنی دلیل اینکه من راحت پذیرفتم هیچ مقاومتی بهش نکردم به خاطر این بود که اینجا رو من میشناختم، این فضا و این محیط رو میشناختم و یه بار کامل آینده‌مو و هدفهامو و من مثلا 20 سال بعد رو توش کاملا تصور کرده بودم. دوباره که این محیط برای من فراهم شد خدا رضامت شد، به خدا قسم نصف مردم ایران، نصف مردم ایران بود، 99.9% مردم ایران هنوز نمیدونن چه فرصتی بیخ گوششونه و چه محیطی فراهمه که بتونن تحول تو زندگیشون به وجود بیارن. من داشتم یه ویدیویی میدیدم از خیلی جالب بود، میگفت شما و هر آن چیزی که تو زندگیتون دوست دارید داشته باشید یه نقطه اتصالی به هم دارید، یعنی شماها به همه اون چیزهایی که در تصوراتتون هست و دوست دارید داشته باشید به هم وصلید، فقط کافیه یه کاری بکنید که تو مسیر اونها قرار بگیرید. یعنی اینطوری نیست که مثلا من رویاهام یه کره دیگه است، مثلا اورانوس، من مثلا رو زمینم، ما هممون یه جاییم، فقط کافیه پیداش کنیم. مثل که رفت دلو زد به دریا کشف کرد، ما باید دلو بزنیم به دریای زندگی و اونها رو پیداش بکنیم. واقعا تمام کاری که ما باید انجام بدیم پیدا کردن اهدافمون و من واقعیت هم هیچ راهی جز نمیدونم، بلد نیستم. حالا یارو میگه آقا ما مثلا یکی میگه تو فلان محیط، من با توجه به که تو این کشور به دست آوردم و بهش رسیدم بی خطرترین و سیف ترین کار ممکن
یعنی شما الان مثلا این یه که دوباره اومد پایین، دوباره عالمو ضرر کردن. من با امروز داشتم با بعضی از این بچه‌ها حرف می‌زدم، میگفتن که آقا ما دوباره ضرر کردیم و من اصلا چیزی به اسم ضرر رو خدا رو شکر ندیدم. یعنی ما چیزی تحت عنوان حد ضرر و حد سود نداریم. یعنی شما میری جلو یاد میگیری، هر چقدر یاد گرفتی درآمد میگیری، درآمدت میره بالاتر، دوباره بیشتر یاد میگیری، دوباره بیشتر یاد میگیری، بیشتر به دست میاری. یعنی این چیزی که من واقعا فقط میتونم پیدا کنم. حالا نمیدونم تونستم جوابشو بدم یا نه. خیلی هم عالی. یه قسمت صحبتاتون شما فرمودین که من یه چیزی رو دیدم و یه چیزی رو باور کردم که تو زندگی معمولی بهش نمیرسیدم. به هر حال این که من از لفظ زندگی معمولی استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم جسارتم نباشه، من کلا میگم که زندگی معمولیه. دلیلم دارم، چون ما میگیم زندگی، خیلی با پول میسنجن این موقعیت رو، میگن آقا چقدر، 1 تومن 2 تومن، چقدر بیرونم هست این درآمد. و بعد میریم تو جزئیات رو مقایسه، اینکه با چه سرمایه 2 تومن اینجا، با چه سرمایه 2 تومن، با چقدر زمان 2 تومن، با چه اهرم هایی، با چه نمیدونم ریسک هایی، با چه قدرت و پتانسیلی برای رشد 2 برابری همون 2 به 4. میدونی، حالا نمیخوام اون بحثو زیاد باز کنم، میخوام از نظر شما بدونم چی دیدین. این که میگی من زندگی خوب دیدم، یه چیزی رو دیدم که دیگه خیلی حالم خوب بود، این از چه جهته؟ از این جهت که با یه مجموعه کاری قراره به درآمد برسین، قراره دیگه تنها نباشین، کدوم قسمت واسه شما جذاب بود؟ به هر حال شما میگید 2-3 برابر کارمند درآمد، 2-3 برابر کارمند درآمد تو شغلای بیرون هم الان هست. کارمندو بگیریم 15 تومن، الان 60 تومن شاید یه آرایشگر بتونه پول در بیاره، الان شاید 60 تومن بتونه یه کاسب، چه میدونم، یه بوتیکدار پول در بیاره. این 60 تومن با 60 تومن بیرون فرقش چیه؟ اینو من میخوام یه ذره بشناسم. از کنم یه مقدمه کوچیک داره. من یه جمله میخوندم خیلی جالب بود. میگم اگه به من گفته نمیشد که من واقعا کی هستم، من واقعا کی بودم؟ تصور کنید کسی با این اسم منو صدا نمیزد، یا مثلا توی محیطی بزرگ میشدم که هیچ القایی از بیرون به سمت من نبود. یعنی هیچکی بهم نمیگفت تو آدم موفقی هستی، تو آدم باهوشی هستی، تو آدم زرنگی هستی، تو آدم بترکونی هستی، یا خیلی چیزای شبیه. اگه این القاءات نبود، من واقعا کی بودم؟ خیلی چند روز زنم درگیر این موضوعه که چی شد که چرا من اینقدر رو دوست دارم. به خاطر اینکه اینجا جاییه که جنس القاءاتش باعث میشه که من خود واقعیم رو پیدا بکنم. میدونی، یعنی من از اون اولی که اومدم به من چیزی رو نشون دادن که بیرون از اینجا هیچ وقت نتونستم پیداش بکنم. یعنی اینجا محیطی رو برای من ایجاد کردن که من اینجا تونستم یه تعریف جدیدی از من، از واژه من چی هستم تو ذهنم ایجاد بکنم. من اینجا فهمیدم که میشه یه جور دیگه پول در آورد. من اینجا فهمیدم که میشه یه شکل دیگه زندگی کرد. من اینجا فهمیدم که میشه از یه دریچه دیگه به زندگی نگاه کرد. من امروز خونه بابا اینا بودم، دیدم مادرم کتاب داره میخونه کتابشو. شما خونه بابا اینا جالب. بودین؟ جان؟ آره شما خونه بابا اینا بودین؟ آره. بعد دیدم که کتاب قدرت جذب چیزو داره میخونه. من فهمیدم سوالو چی پرسیدی. آره دیروز اومدم. بعد کتاب قدرت سمت داشت. بعد کتاب داشت میخوند. بعد من نشستم گفتم خب چند صفحه خوندی؟ گفت 50 صفحه. بعد دیدم داره در مورد این 50 صفحه توضیح میده من. و خب مادرم هم مثلا 64 سالشه و من دیدم که من این کتاب رو سال 94 خوندم. من اولین بار این کتاب رو سال 94، یعنی تقریبا 9 سال پیش، 8 سال پیش، 9 سال پیش من با این کتاب آشنا شدم و چقدر خوشحالم بابت اینکه تو مدت زمانی، تو تایمی از زندگی این کتاب به معرفی شد که بعد از اون بتونم. خب اینا موقعیت هاییه که برام فراهم شد. من خیلی از واژه‌ها رو فقط شناختم، هیچ تعریفی ازش اونجوری که من امروز میدونم وجود نداشت. مثلا هدفمندی، شما هیچ وقت نمیتونید توی جامعه این تعریف رو درست پیدا بکنید. یا مثلا خودسازی، چیزی به این اسم وجود نداره. من شاید خیلی کتاب خوندم ولی بیشترش رمان بود، ولی هیچ وقت به من کسی نگفت که بیا خودتو بشناس، بیا خودتو پیدا کن، بیا رو خودت سرمایه گذاری کن، خودتو در واقع ارتقا بده. ما اینها رو یعنی مجموعه داستان اینه که شما نه تنها به درآمد میرسید، بلکه مهارت‌هایی رو یاد میگیرید. این مهارت هاست که پول سازه. یعنی شما در واقع به پول نمیرسید، شما مهارت‌های پولسازی رو یاد میگیرید که حالا از شما رو به عددهای بالا
اجازه دارم میونه کلمتون. ببین حالا مثلا من یه تشکیل دادم، به طور مثال من زدم یه گروهی رو تشکیل دادم، یه عده جوون رو در مورد هدف باشون صحبت میکنم، در مورد رشد فردی، رشد شخصی باشون صحبت میکنم. میخوام این وجه تمایز رو بشناسم. اگر این کارا رو بکنم این کار میشه مساوی. یه عده رو برمیدارم میارم، میخوام این جنس. نه حالا من میخواستم ادامه بدم این موضوع چند تا قسمت دیگه. ببین اولا همین الانش اگه یه کسی بزنه و تو اون جلسه هدف برگزار کنه، شک نکنید قبلا، یعنی اصلا کسی امکان نداره که نبوده باشه یه همچین چیزی به ذهنش برسه. یعنی این هم من در ادامه میخوام بگم این بیس داستان. شما تو بیس داستان یه سری مهارت‌ها میرسید که برای به دست آوردنش، نمیگم بیرون از اینجا نمیشه به دست آورد، ولی برای به دست آوردنش بیرون هم باید هزینه زمانی بدید هم هزینه مالی بدید. ضمن اینکه هیچ محیطی برای امتحان کردنش وجود نداره که بتونید توی اون موضوع به یقین برسید. ولی تو به خاطر حالا ساختاری که داره، شما هر چی که یاد گرفتید رو بلافاصله میتونید تو سازمانتون پیدا بکنید، تمرین بکنید و این رو تو خودتون روز به روز بیشتر و بیشتر تقویت کنید. منهای همه اینا، شما توی دنیای بیرون تو هر شغلی هر چقدر درآمدتون بیشتر میشه، کارتون هم بیشتر میشه، مسئولیت هاتون سنگین تر میشه. اما ما جالبه هر چقدر درآمدمون بیشتر میشه کارمون کمتر میشه. یعنی شما واقعا جز نمیتونید بده. شاید کاری به عنوان ساختار وجود داشته باشه که من الان ازش اطلاعی ندارم که تو اون کار هم بتونیم هر میکنن منتها روابطشون تعریف شده نیست. بیرون هم الان وجود داره ولی هیچ قوانین دایرکت جایگاه فروش اینا تعریف نمیشه. حالا مثلا خیلی از که امروز هستن آدمای موفقی هم هستن، به قول تو مثلا یه چیدن که دورکاری داره میبرتشون جلو، ولی موضوعی که وجود داره اینه که به شدت تحت تاثیر روابط و ضوابط کشورها. یعنی شما هیچ توی وقتی مجموعه داری میبری جلو یا اقتصاد جهانی داری میبری جلو، بالاخره یه نوسانی تو یه قانون جدید، مثلا جلوگیری از ورود فلان کالا، جلوگیری از ورود بسار کالا، اینا رو روند کاری تاثیر میذاره. ولی ببین یه چیز مجزات، چرا میگم مجزات، چرا میگم اصلا فضای اقتصادی رو متحول کرده؟ به خاطر که تو همه جای دنیا یه نگاه مجزایی به این تجارت دارن. شما مثلا اگه بخواید سوابق رو بررسی بکنید، مثلا توی دورایی تو چالش مالی بود، واقعا صنعت تو دنیا اون چالشی که شرکت‌های دیگه متحمل شدن رو متحمل نشد. کما اینکه خیلی از کلا کامپلت داون شدن ولی رشدن کرد. مثلا شما توی دوره کرونا تو این کشور اکثر تجارت‌ها از بین رفتن و جالبه که ما مثلا خودمون رو میگم ما تو کرونا رشد کردیم. یعنی ما دفترمون رو 2 اسفند 98 بستیم و من همون اسفند 98 داشتم 100 میلیون به درآمدم اضافه شد، با اینکه کلا من توی دهکده ساحلی تو ویلا بودم و تا اردیبهشت من از اونجا بیرون نیومدم. تا اردیبهشت من اونجا بیرون نیومدم و جالبه که ما رشد کردیم. میخوام بهت بگم که یه مجموعی از ویژگیات، حالا اکثر آدم میان تک بعدی بهش نگاه میکنن، مثلا میان میگن آقا بلا اگه بحث درآمدشه، خب من میرم بیرون مثلا اینجا به جای اینکه 20 تومن الماس آبی در بیارم میرم مثلا تو 20 تومن در میارم. ولی موضوعی که وجود داره اینه 20 تومن به سختی میشه 40 تومن، اما 20 تومن به سختی 40 تومن نمیشه. 20 تومن وقتی میشه 40 میلیون تومان درآمد، به همون اندازه شما باید استهلاک ماشین و خیلی هزینه‌های دیگر رو در نظر بگیری، یا هر شغلی مهم نیست. اما شما ببین من امروز از همه سازمانم خواهش میکنم یه کاری بکنم من ورشکست شم. یعنی تمام تلاشتون رو بکنید از امروز یه سیستمی بچینید، یه توطئه‌ای رو تعریف بکنید که من ورشکست شم. یعنی شما هیچ ورشکست، چون میدونید چون ما با شرط حضور ورود با سرمایه اولیه نیست. شما دفتر و آفیس و کارخونه و سرمایه‌گذاری کلان اینا انجام ندادید. شما با تکیه بر مهارت‌های خودتون که روز به روز دارید افزایشش میدید تو ساختار آموزشی مشخص، دارید بر اساس اون کسب درآمد میکنید. در نتیجه گیریم فردا کل و اقتصاد کلاپس کرد. یعنی ما میگیم آقا بنا رو میذاریم کل خدای نکرده اصلا کلا بگن آقا ورود و خروج سرمایه صفر. خب ما همه آسیب می‌بینیم. ولی اون مغازه داره خیلی آسیب می‌بینه، به خاطر اینکه اون مغازه داره کلی خرج مغازش کرده، اجاره مغازه باید بده، چک هزینه داره. ولی من
هیچ پولی نذاشتم یا مثلا هیچ فضایی رو تعریف نکردم که بگم آقا من بابت این میخوام ضرر الان تاوان ریسکی نداره. ریسکی نداره، یعنی ضریب اطمینان بسیار بالایی داره. حتی کارمندش هم این ضریب اطمینان نداره. چرا؟ چون کارمندش هم یه کسی هست که میتونه بهش پاداش بده یا توبیخش کنه، ولی ما اینو نداریم. ما نظام پاداشه، نظام تشویق، نظام، در صورتی که تو دنیای بیرون همچین چیزی وجود نداره. شما اینجا زیرابزنی نمیبینی، یعنی اگه باشه اون آدم نمیفهمه اینجا کجاست، یعنی هنوز خوب نفهمیده. اون کسی که زیرابزنی میکنه درک درستی از این تجارت نداره، به خاطر اینکه زیرابزنی اینجا معنی نداره. همه این ما همکار مستقلیم. شما اسمتون رو برید نگاه کنید، همکار مستقل، یعنی من با شما مستقل از هم داریم کار میکنیم. خب حالا این ساختار آموزشی، این جلسه برای چیه؟ برای اینکه ساختار به سرش بر پای برد برده. اینم تو دنیای بیرون نیست. برد یعنی چی؟ یعنی موقعی من میبرم که تو ببری، و برای اینکه تو ببری من باید تمام وجودمو بذارم، چون منافع ما درگیره. یعنی ببین اگه بخوام ریزش کنم 1 ساعت باید در مورد این موضوع فقط حرف بزنم. خیلی من نقطه نظر شما واسه من جالب بود و دوست داشتم از نظر شما اون نقاط مهمی که واسهتون جذاب بود دوست داشتم از زبون شما بشنوم. یه موضوعی هست، این که شما فرمودین که من اومدم و یه جوری وقت گذاشتم که شریکم به من گفت آقا کاش که اینو اونجا میذاشتی. خب این که شما چی دیدین که اینجا وقت گذاشتین و یه عالم آدمی که میان و اون هیچ وقت واسش جدی نمیشه، هیچ وقت صدشون رو نمیذارن، هیچ وقت مثلا چه میدونم یه لیست 100 نفره دارن، هیچ وقت اون 100 نفر رو نمیکنن. روزی 3 ساعت میتونن تایم بذارن، ولی این تایمر رو مثلا با چه میدونم مثلا با خصاصت روزی 6 ساعت واسه کارهای بیهوده وقت میذارن، ولی روزی 3 ساعت 4 ساعت واسه شروع رو یا میبینی مثلا طرف اومده هست ولی میپیچونه خودش رو، آیندهش رو. نمیدونم این که به نظر شما یه چیزی که کمک کنه اینا یه ذره جدیشن تو کار، یعنی برای شروع چه نگاهی میتون از چه جنبه ای نگاه کردنش؟ آقا بیام یاد بگیرم بعد تصمیم بگیرم، بلندشم بیام یه ذره زور بزنم اون یه ذره زور نتیجهشو ببینم بعد شاید زور بیشتری گذاشتم، یه ذره چه میدونم تفکراتمو تغییر بدم که شاید بتونم. این از نگاه شما چی باید باشه که آدما یعنی چجوری نگاه کنن براشون راحت‌تر وقت گذاشتن؟ چون من معتقدم ورودی جدید میشینه جلوی من، بعد یه سری سوالاتی رو میپرسه که بعد یه پروسه آموزشی 1-2 هفته‌ای و بعد از 1 ماه 2 ماه کار کردم همه اون سوالات حله. ولی 1 ماه 2 ماه و این پروسه 1-2 هفته‌ای که من بعد آموزش ببینم، واقعا باید بشناسم، شناخت داشته باشم تا بیام اظهار نظر کنم. این شاید هیچ وقت اتفاق نیفته. سوال من اما کلیه عرض کنم خدمتت که امروز اتفاقا داشتم خونه. حالا من منطقی به موضوع نگاه میکنم ولی خودم کلا آدم احساسی ام. یعنی وقتی میشینم فکر میکنم به گذشته خودم، میبینم بارها و بارها تو این مثلا چند سال گذشته، چند 10 سال گذشته اتفاقاتی سر من قرار گرفت که من حکمت اون اتفاق رو یا دارمای اون اتفاق رو 3 سال بعد فهمیدم، 2 سال بعد فهمیدم. من اون موقعی که کار به معرفی شد، خب تو اوضاع مالیم خیلی اوکی بودم، من کارمو داشتم به اون اندازه خودم، درآمدمو داشتم، تو اوج کار مهندسی هم بودیم تو بهمن 93. ولی وقتی این مسیر جدید برای من معرفی میشه، همیشه من نگاه من اینه، میگم من اینجوری تصور میکنم من دارم توی مسیری میرم، خودم مثلا یه چوبی گرفته تو دستش، بعد اینجوری منو هدایت میکنه، مثلا میگه از این ور برو، از این ور برو، از این ور برو. اون لحظه من احساس کردم یه چوبی بهم خورد، انگار مثلا چون ما که نمیتونیم حرف بزنیم باش، یه چیزی بهم میده، یه مسیر جدید بهم نشون میده تو جایی که اصلا منطقی نیست. ببین همه چی خوبه، یا برعکس تو جایی که همه چی بده، یعنی هیچ چیز سر جاش نیست. به لحاظ مالی مثلا شما ترکیده اید، بعد یه کسی میاد پیشنهاد جدیدی بهت میده. اکثر آدم‌ها اینا رو نمیبینن، یعنی چون حواسشون جمع نیست. اگه یه خورده حواستون رو جمع بکنید، میبینید شما خودتون رو دعوت کردید. واقعا اگه بهش نگاه بکنید، میبینید یه جای خودتون فراخوانی کردید که امروز اینجایید. یه چیزی فرستادید که حاصلش حضورتون یا دعوتتون به این ساختار بوده. منم این شکلی اون موضوع نگاه کردم، گفتم خب تو گذشته زندگیم همیشه خدا واسم پلن‌ها رو جوری چیده که شاید طعم تلخی داشت تو اون لحظه، ولی در آینده شیرین بود. و منم
وقتی دیدم این مسیر به معرفی شد تو جایی که همه چیز خوبه، خدا به سر شاهد، اولین چیزی که اومد تو ذهنم اینه که حکمتی پشتشه. اولین چیزی که اومد تو ذهنم اینه که حکمتی پشتشه و این حکمت رو 2 سال نکشید که فهمیدم. چرا آدم‌ها توی مسیر دوام نمیارن؟ چرا آدم‌ها نمیرسن به اون نقاط بالا؟ چرا همه نمیشن؟ چرا همه میشن؟ به خاطر اینکه همه مثل ما به این مسیر نگاه نمیکنن. به خاطر اینکه همه مثل ما بعضی از واژه‌هایی که شاید کلیشه‌ای باشه یا کلیشه‌ای شده باشه ولی عمیق بهش دقت نمیکنن. ما میگیم که آقا مثلا صبور باشید، ما میگیم که آقا باید تلاش کنید، ما میگیم که زمان لازم داره تا به یه چیزی برسید. من میام معادل میکنم، میگم آقا هر چیزی رو که من تو زندگی امروز خوب دارم براش خوب تلاش کردم. اگه زبانم خوبه، من 10 سال زبان خوندم. اگه من چه میدونم مثلا توی بحث ادبیاتم خوبه، به خاطر اینکه من یه عالمه کتاب خوندم. یعنی هیچ چیزی رو من ارزون به دست نیاوردم که بیام مثلا حالا بخوام تصویر سازی بکنم بگم آقا من اون مثلا اینو ارزون به دست آوردم، حالا باید ارزون برسم. شما هر چیز گران قیمتی که دارید براتون گرون نشسته. هر چیز گران قیمتی که دارید و اگه همین چیز گران قیمت ازش میخواید، باید بدونید که قراره براتون گرون بشه. تموم. یعنی با یه جمله جمع شد داستان. شما اگه از نو شروع کنید، چه اشتباهاتی وجود داره که دیگه انجامش نمیدید؟ مثلا من خودم اگه الان شروع کنم مجدداً، خب دیگه اصلا جر و بحث نمی کنم. یعنی واقعا اصلا چه میدونم، سعی میکنم بیشتر حرف گوش بدم. خودمو دارم میگم، سعی میکنم زودتر تو مسیر بیام، نه اون مسیری که خودم فکر میکنم درسته، اون مسیری که میگن درسته. سعی میکنم نگاه هم به کلیه قضایا، فروش شخصی، حضور، سعی میکنم نگاه خودم رو تو کلیه قضایا خیلی زودتر شبیه کنم. این جزء اشتباهات من بود. سعی میکنم که زودتر به اعتماد کنم. سعی میکنم که خدمت شما عرض شود که بدون سقف ذهنی بیشتر بخوام. سعی میکنم که زودتر بخوام، سعی میکنم بزرگتر بخوام، سعی میکنم بی حد و مرزتر بخوام. چون شاید الان تو جایی هستم که احساس میکنم هر چیزی که مثلا تو بخوای بهش میرسی، هر چیزی که واسش تو ذهنت بیاد و واسش تلاش کنی میتونی بهش برسی. شاید بدون سقف ذهنی کار کنم. شاید اینا اشتباهات منه. میخوام بدونم تو شروع کارش چه اشتباهاتی رو انجام داد که اگه الان از نو شروع کنه اون اشتباهات رو انجام نمیده و یه دریچه‌ای واسه افرادی که تازه شروع کردن باشه که آقا اونها این اشتباه رو تو شروع کار، معمولا تو شروع کار این اشتباه انجام نمیدن. من اگه برگردم، سوال جالبیه، من اگه برگردم عقب چند تا چیز رو سعی می‌کنم تغییر بدم یا یه جوری دیگه بکنم، کیفیتش عوض کنم. یکی این که قطعا بیشتر رو خودم حساب میکنم. یعنی اگه برگردم به عقب خیلی بیشتر رو خودم حساب میکنم و از خودم خیلی بیشتر توقع خواهم داشت. یعنی وقتی به یک روز خودم نگاه میکنم میگم این یک روزم باید با پلن برم جلو. یک روزم اصلا معمولی تمام بشه. یه جوری دیگه به روزهام نگاه میکنم، یه جوری دیگه به ساعت‌هام نگاه میکنم، یه شکلی دیگه اینو میبینم. یعنی خیلی بیشتر رو خودم حساب میکنم. اگه برگردم به عقب، دومین گزینه یک با خودم میزنم و همه این روزهای سختی که امروز شاید اشکمو در بیاره یا شاید فشار بهم وارد بکنه رو یه ویدیو ازش میگیرم، فقط و فقط به خاطر اینکه 5 سال دیگه رو استیج داشته باشم. چون شکی تو موفقیت ندارم. یعنی شکی تو موفقیت آدم‌هایی که اینجا کار میکنن ندارم به هیچ عنوان. فقط دنبال این میرم که تا میتونم سند جمع بکنم و با سند حرف بزنم. وایس جلساتم، وایس حرفام، قولایی که همین الان من دارم خدا و من شما همه اسم یک دو نفر است، دو نفر اینو خودم با خودم و اونجا هنوزم بعضی چیزا رو میذارم ولی اصلا حتی 1% به این فکر نمی‌کنم که اینا پیامدهای منفی داره. فقط برای اینکه 5 سال دیگه به خودم ثابت کنم یک بار دیگه که آدما هر چیزی رو که بخوام بهش میرسن. و باز من اگه به عقب برگردم، حالا این موضوعی که تو گفتی که آقا مثلا بحث نمی‌کنم با، من اصلا با واقعیت بحث نمی‌کنم. با واقعیت من اصلا یه واژه است، واقعیت 1000 تا واژه است. واقعیت همه مفهومه. من با واقعیت بحث نمی‌کنم. واقعیت یعنی چی؟ یعنی اون کسی که بالای دیگه تو اصلا نباید بشینی فکر کنی این چیزی که میگه درسته یا نه. اون جایگاهش بالاه.
واقعیت اینه که اون کسی که 2 رتبه از تو بالاتره، 1 رتبه از تو بالاتره، یا حتی 1 روز زودتر از تو اومده و 1 نفر بیشتر از تو داره، به اندازه 1 نفر بیشتر از تو تجربه داره. من در مقابل واقعیت تسلیم میشم، از هر جایی باشه. الزاما بر خط نیست. حتی شاید تو من یه واقعیتی رو ببینم یه جایی که نسبت به اون سر تعظیم فرود بیارم. و من اگه به عقب برگردم، اگه قرار بوده که من خب که همیشه میرفتم، شما بودید دیگه، برام خیلی مهم بود و خیلی فکر میکردم. یعنی همیشه حواسم بود بهترین رو برم، بهترین آموزش رو برم، برام وسواس داشتم. اگه برگردم همون بهترین رو باز بهترش میکنم. یعنی سعی میکنم تو هر کدوم از لولایی که قرار میگیرم بهترین ورژن خودم حتی چند برابر بیشتر از اون باشم. چون امروز تعریف من از بهترین با 5 سال پیش 10 سال پیش خیلی فرق کرده. امروز سعی میکنم ورژن خودم رو آپدیتر نگه دارم و بروزتر باشه و این صفت ترین تو من یه جورایی عمیق‌تر بشه. ما امروز داریم که هیچ درکی پشت ندارن، یا امروز مثلا چه میدونم آموزش پذیرهایی رو داریم که تو جلسه میشینن ولی نمیدونن که این آموزشه قراره برای چی داره گفته میشه و قراره چه اتفاقی تو زندگیشون رقم بزنه. من اگه به عقب برگردم، آخرین موضوع، خیلی بیشتر فکر میکنم به همه چیز، خیلی بیشتر فکر میکنم. نه فکری که بهم نتایج بده، فقط فکر میکنم به اینکه چرا امروز اینجام، به اینکه 5 سال دیگه قراره کجا باشم، به اینکه چه مسئولیتی در قبال خانواده‌ام دارم، به اینکه چه مسئولیتی در قبال جامعه‌ام دارم، به اینکه اگه یک نفر اومد نسبت به اون یک نفر چه مسئولیتی دارم، به اینکه پول در بیارم چه جوری خرج بکنم، چه جوری در بیارم، کیفیت پول در آوردنم برام مهمه، زمان پول در آوردنم باید چه جوری باشه، تو چه سنی باید به چه چیزایی برسم. من اگه واقعا به عقب برگردم، به خدا یه جوری دیگه هدف بنویسم. خدا شاهده. یه جور من امروز داشتم با اینا لیست اهداف 96 مو نشون میدادم و خندم میگرفت. داشتم گفتم بابا من 96 تو اوج بدبختی هدف نوشتم، بعد هدفمو خوندم دیدم نوشتم من یه BMW برای خودم خریدم، بعد مثلا نوشتم یه کیاریو مثلا برای خانمم خریدم، یه خونه 150 متری برام خیلی گنده بود. بچه‌ها واقعیتو من اگه به عقب برگردم دیوونه‌وار و نترس هدف می‌نویسم، یعنی دیوونه‌وارتر از چیزی که نوشتم، به خاطر اینکه امروز بعد از فقط از 96 تا الان چند سال گذشته؟ 6 سال. بعد از 6 سال اوج آرزوهام تو سال 96 امروز واسم خنده داره. چون موقعی که من داشتم می‌نوشتم گنده ترین فضای زندگی رو نوشتم، یعنی اون چیزی که همیشه تو ته رویاهام بود نوشتم و امروز ته رویاهای 96 برای من خنده داره. ته رویاهای 96 برای من خنده داره. امروز به این نتیجه رسیدم که با 1402 خیلی فرق کرده. و اگه این تفاوت تو زندگی 96 با زندگی 1402 هست، فقط به خاطر اینکه 96 با 1402 قابل مقایسه نیست. یه جمله رو میخوندم، یا شما به اون چیزایی که میخواید نمیرسید، شما فقط به چیزایی که هستید میرسید. فقط به چیزی که هستید میرسید. و اگه امروز قراره که 5 سال دیگه تمام شما که تو این لایوید به یه چیز دیگه ای برسید، به یه شرایط متفاوت تو زندگی برسید، باید به یه آدم دیگه تبدیل بشید. چون شما هیچ چیزی خارج از اون چیزی که هستید نمیشید و هیچ وقت هیچ چیزی رو خارج از اون چیزی که هستید به دست نمیارید. من اگه برگردم به عقب، خودم رو عوض میکنم. هر روز، هر وقتی به تغییر احساس کردم، اولین چیزی که میاد تو ذهنم اینه مسئولیت 0 تا 100 هر آن چیزی که تو زندگی تو باید بپذیری و این تویی که باید تغییر کنی. به جای اینکه به دنبال این باشم تغییر کنه، بچه مجموعه تغییر کنه، خیلی اشتباه کردم سری. همش دنبال این بودم تغییر کنه، همش دنبال این بودم باید عوض شه، بالا سرم باید تغییر کنه، شرایط تغییر کنه. و بعد فهمیدم امروز، واقعا اینو فهمیدم که هر وقتی میخوام هر چیزی تغییر کنه، فقط کافیه من تغییر کنم. فقط. یعنی راحت تر از این وجود نداره. من اگه زودتر از این به این نتیجه میرسیدم، این سال وقتمو تلف نمیکردم. اگه زودتر به این نتیجه میرسیدم، تو سال دوم سخت میزدم، نه تو سال پنجم. امروز دارم بهتون میگم که گذشت. اگه میخوای اشتباهات منو تکرار نکنی، هر وقتی به رشد احتیاج داشتی، یک کلمه است: تغییر. شروع کن به تغییر کردن. هر آن چیزی که فکر میکنی باید تغییر کنه. مهم نیست چیا رو نمیدونی. همون چیزایی که میدونی رو شروع کن به بهتر کردنش. بهت قول میدم یه چیز بهتر بشه. خیلی ممنون. تشکر فراوان. اشتباهاتی که تو شروع شما آسیب زد، دو دستش هم میخوایم بکنیم: اشتباهات رفتاری و اشتباهات فکری و نگرشی و ذهنی. اونایی که خودتون ازش خوردین، خودتون آسیب دیدین، اونایی که بهش فکر میکنی دردت میاد، شاید بهش فکر میکنی شاید
لبخند بزنی و بولد تو ذهنت. من خودم مثلا یکی از اشتباهاتی که تو شروع کار به من آسیب زد تو این بود که یه جورایی چجوری به شما بگم، از لحاظ ذهنی و نگرشی دارم میگم، یه جورایی اصلا فقط جلو پامو میدیدم دیگه. گفتم آقا رد این مثلا من خودم واقعا پلنم 10 تومن بود، شما میگی من بی ام و مینوشتم نیاورده بودم. من واقعا تا قبل از اون مثلا به بی ام و فکر نمی‌کردم. من خیلی پله پله هدف نوشتم، هیچ وقتم اینجوری نبود که بزرگترین اتفاقات. مثلا من فکر کنم مثلا چه میدونم عاشق زانتیا بودم، من عاشق مثلا تو شرایط خوبش فورد تاروس 70 تومانی منطقه دیده بودم، خوشم اومده بود. 70 تومن بود دیگه اون موقع، مثلا گفتم اینم خوبه، اینم مثلا میشه گرفت. یه بنده خدایی فورد تاروس داشت 70 تومن گرفته بود، من سوار ماشینش شدم، این گاز داد، گفتم مگه میشه این چرا اینجوری گاز میخواستم. من ننشستم تا حالا یه همچین ماشین. اشتباهات فکری که به شما آسیب زد، کوچیک فکر کردن میتونست باشه، میتونست هر چیزی. میخوام یه ذره از زبون شما بشنوم اشتباهات فکری که مربوط میشه، یعنی اشتباه فکری من متوجه شدم بزرگ خواستن و فلان و اینا. مثلا آقا من مثلا واژه اینجوری میدیدم، من اینجوری میدیدم. این اشتباهاتی که آدما میخوام انجامش ندن، خدای نکنه، میخوام تجربه بشه براشون. ببین من آرزوام خدمتتون که آخه شاید من یه چیزی بگم بعد تو دنبال چی هست سوال، ولی من نگاهم نسبت به اشتباه چیز دیگه است. شاید چون آره یه سری هستن ذهنشون به هم بریزه از این موضوع. من اعتقاد دارم که زندگی باید همینجوری که گذشت میگذشت. بریم. خدمت شما عرض شود که شما الان به نظر شما افراد، به ما یه چیز داریم به نام واژه، به نام نیاز، یه چیز داریم به نام رویا. من حقیقتش نیازهام منو تکون داد، واقعا دارم میگم. حالا من تیپ شخصیتیمه، حالا هر چی که بود، من همیشه یه سری نیاز جلو چشام بود که چون دوست داشتم اونا رو داشته باشم کار میکردم. حالا تیپ شخصیتی ممکنه این باشه که آجی بی ام و سوار شیم و فلان و اینا، پس کار کنیم. نمیدونم، میخوام بدونم که بین این دوتا به نظر شما واسه ورودی جدید بیشتر باید فوکوسش روی چه میدونم پله پله باشه یا یه دوردست یه چیزی ببینیم و حالا امروز اصلا مشخص نیست قرار چیکار کنیم. میخوام ببینم این هدفه کدوم به شما کمک کرد. به من اهداف کوتاه مدتم کمک کرد، به من برنامه هفتگیم کمک میکرد، اینکه این هفته نباید از دست بره. وقتی این برنامه هفتگی مینوشتم امروزم مهم میشد. وقتی برنامه هفتگی مینوشتم یه روزو اگه از دست میدادم یک هفتم برنامه و هدف سیستمی به هم میخورد. ولی آقا مثلا 2 سال دیگه میخوایم بی ام و بگیریم، شاید امروز کاری که باید انجام بدیم زیاد مشخص نباشه. یه ذره در رابطه با این 1-2 ماه اول استارت آدما میخوام بدونم، یه ذره در مورد این اگه صحبت کنید من ممنونتون میشم. ببین من آدم نمیتونه مثلا به اینکه 200 بکنه، مثلا چه میدونم یه ماشین چینی مثلا ام وی ام 700 میلیونی فکر کنه بعد مثلا برای شامش هیچ تدارکی ندیده باشه. یعنی خب قطعا اینجوریه، ولی این به این معنی نیست که ما نتونیم به زندگی خوب فکر کنیم. ولی خب قطعا اون چیزایی که احتیاجات ماست و اولویت، یعنی قطعا اون چیزایی که نیاز زندگی ماست ما رو بیشتر تکون میده تو وهله اول. اما همتون باید هدف داشته باشید، یعنی حتما باید هدفهای درست مشخص و چیزی که تو ذهنتون بهش حس خوب دارید، اینها یه بخشی از اهدافتون باید باشه. ولی لابلای اونها یه چیزایی هست که مقطعی و پله‌ای تو رو موتیویت میکنه. مثلا تولدی که در پیش داری برای مادرت، چه میدونم یه اتفاقی که مهمه برات و شاید هزینه پول آنچنانی نخواد، ولی اینا تو رو موتیویت میکنه. یا اصلا هدف سیستمی. الان مثلا شما دقیقاً می‌خواستم ورود کنم تو، اصلا شما نیاز به هدف سیستمی ندارید به نظر من. الان بهترین چیز اینه که رو بنویسید. ما یه تعریف کردیم به عنوان حداقل ممکن که مرز، ببخشید از این واژه استفاده میکنم، مرز آدم به درد بخور و آدم به درد نخور تو نتورک مشخص کنید. یعنی کسی که تو نتورک، من در مورد جامعه حرف نمیزنم، بودن و نبودن. آره مثلا شما همه آدما به درد بخورن، ولی یه سری‌ها مثلا توی محل کارشون به درد نخورن، بی فایده‌ان، بی خاصیتن عملا، یا کاربردی ندارن.
هم همینه. یه سری‌ها هستن ولی با نبودشون هیچ فرقی نداره، مثل آدمایی که تو باشگاه مثلا تو بوفه باشگاه کار میکنن، اینا توی پروسه باشگاه چیز نیستن، یعنی توی بحث اون وزن زدن و اینا کاربرد یه کاربرد دیگه ای دارن، تو اینا یه کاربرد دیگه ای دارن، کاربرد داره روش ندارن. یه ترکیب ببینیم حداقلش اینه، شما مثلا اینقدر باید این کارو بکنین که این حداقل. حالا من اگه جای تو باشم میام خودم رو پیدا میکنم، چون شما یه حداقلی ما نوشتیم، این حد اکثر نیست. من خودم رو میچینم و بعد میگم آقا 1 سال، ببین به خدا به همین سادگی که دارم بهتون میگم از الان تا پایان 1403 از آسمون خدا سنگ بارید، من هر روز این انجام میدم، چه حال داشته باشم چه حال نداشته باشم، چه مهمون اومده باشه چه مهمون نیومده باشه. 1 سال برای خودم میذارم، 1 سال و چند روز که تا پایان 1403 من فقط متمرکزم روی هم خودم هم آدم‌هایی که تو میارم رو فقط روی میبرم جلو، فالوشو میکنم که بزنم. قسم میخورم 1400، یعنی میخوام بهت بگم انقدر راحت شده، انقدر ساده شده، انقدر امروز علمی شده که حد و حصر نداره. من اگه امروز بهت بگم آقا تو باید حتما امروز 2 میلیون تومان فروش ایجاد کنی هر روز تا آخر ماه، تو شاید مثلا 3 روزش انجام ندی دیگه انگیزه تا دست بدی. ولی وقتی من بهت میگم روزی 20 تا دایرکت جواب بدی دیگه، یا 20 نفر با 20 نفر در مورد فروش حرف بزنی، اگه از دایرکت نشد با این همسایه بغل بالاخره این 20 تا تو پر میکنی. یعنی میخوام بهت بگم این معجزه است امروز شما، و اگه بچسبی به این معجزه و درست انجامش بدی تا پایان 1400 خوب بذاری مثلا ترکوندی، یعنی واقعا ترکوندی، یه نتیجه عجیب غریب میگیری. امروز من فکر کنم دیگه شده راحت ترین حالت خودش از سال 78 ایران تا الان، یعنی از این مسخره تر و راحت تر دیگه وجود نداره که شما با فروش شخصی بتونی به اندازه 2 تا کارمند بیرون پول در بیاری. با فروش شخصی شما 100 میلیون اگه فروش شخصی داشته باشید با یه درست و روزی یه دونه پکیج 2 میلیون تومانی، امروز شما مثلا 20 تا 20 خورده میلیون حداقل، یعنی یه چیز عجیب غریبه دیگه. واقعا هیچ وقت ما همچین شرایطی رو نداشتیم. ما کی داشتیم همچین شرایطی رو؟ ابزارها ما امروز آنلاین داریم با هم جلسه می‌ذاریم، تو از شیراز این پای جلسه ما نشستی. 10 سال پیش ما اصلا اینا رو نداشتیم، ما داشتیم که اونم بگیر و نگیر بود، یهو حجم ترافیک زیاد میشه اصلا می‌کرد. ما چیزی نداشتیم که بخوام آنلاین با هم در ما گروه ما تو مثلا توی چی بود نه یه چیزی بود، ما اونجا مثلا گروه‌های کاریمون رو از این می‌بردیم تو اون، از اون می‌بردیم تو این، که بعد اینقدر ابزارها راحت سهل الوصول نکرده بود این کارو. امروز دیگه واقعا رسیده به نقطه‌ای که فقط به در تلفن می‌خوره دیگه به در هیچ چیزی نمی‌خوره. خیلی عالی، خیلی عالی. حالا در رابطه با سال آینده خب صحبت زیاده، اصلا نمیخوام اقتصادی صحبت کنم، میخوام اقتصادی صحبت کنم. صحبت با یه رقم عجیب غریب هست. صحبت این هستش که سهم قرار تبدیل بشه به که خیلی از مشاغل قراره تحت تاثیر قرار بگیرن. صحبت که زمزمه های جدی مبنی بر منابع آگاه میگم منابع آگاه خبر دادن، منابع آگاه صحبت جدی مبنی بر افزایش قیمت بنزین داره. توی این همین 3 تا پارامتر دیگه بیشترش نکنیم و تو این 3 تا موضوع جایگاهش به نظر شما چه تغییری پیدا میکنه و اصلا شیرین‌تر میشه، جذابتر میشه تو سال آینده چجوریه؟ چون که تو دوران کرونا ما رشد کردیم، چون فروش‌های آنلاین افزایش پیدا کرد و ما رشد کردیم، یعنی این تغییر ما تاثیر مثبتش رو توی خودمون دیدیم. این تغییرات رو شما نظرتون میخوام جالبه واسه من، میخوام بدونم چطوره، چی میشه؟ اصلا جالبه که اصلا من کاملا 2 تا 4 تا است آقا. سالی 20% ما افزایش حقوق داریم، سالیانه بالای 70% داریم دیگه. شما دیگه تقریبا مشخصه که ما سال به سال داریم به کجا میریم. موضوع اینه که سایز این سفره سال به سال داره کوچیک‌تر میشه. همه جای جهانی ها اکثر کشورها درگیرشن و این هی داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه. ما باید چیکارش کنیم؟ باید این سفره رو کش بیاریم، یه جوری توسعهش بدیم که بتونه همه دوباره از اون نعمتی که داشتن یا نزدیک اون بهره مند شن. شغلا که تعریفشون مشخصه، سالی 20%. و
الان تنها گزینه‌ای که میمونه این که آدم‌ها باید، همه اینو میگن، باید برن دنبال شغل دوم، سوم، چهارم و حتی پنجم. یعنی به خدا جدی میگم، به جون من خودم توی 20 روز گذشته چند تا تحلیل خوندم که توی برای سال 1403 گفتم همه باید برن دنبال شغل 2 3 4 5. یعنی اگه یه کسی توی خانواده کار میکنه دیگه با شغل دو هم جواب نمیده، چون مثلا شغل یکش بهش 12 تومن میده، شغل دوش هم بهش مثلا 7 8 تومن میده، این دوتا میشه 20 میلیون تومن. اجاره خونش از 12 تومن شده 20 میلیون تومن، اجاره خونش از 8 تومن میشه 18 میلیون تومن. بذاری شما سال جدید بیاد بعد بهتون میگم اجاره خونه 30% رشد نمیکنه که. اجاره خونه یهو دیگه الان کسی نمیاد بگه آقا سالی 30%، دیگه الان حرفیه، میگه آقا تو این ما پارسال اینجوری نشستی با اون ارزش، امروز ارزش تو هم پول بده، ارزش برای همین یهو مثلا 20 تومنت میشه 40. الان شما دارید خودتون هم میبینید دیگه، هیچ منطقی پشت افزایش هزینه اجاره ها وجود نداره. خب اینا نهایتا چی میشه؟ آدما رو به این سوق میده که برن دنبال شغلای دیگه. حالا وقتی صحبت از شغلای دیگه میشه کار ما میاد وسط، چون ما دقیقاً تو شروع کار شغل نیمه وقتی، آدم ها به جای اینکه برن شغل 2 3 و 4 و 5 رو پیدا بکنن، کافیه در کنار زندگیشون داشته باشه. اومده یه کاری کرده که ما تو زندگی قبلا تو کشاورزی این حالت رو داشتیم، اونایی که تو میدونن تو موج کشاورزی همه اعضای خانواده کار میکردن که این خانواده چرخش به چرخه. توی موج کار شهرنشینی و صنعتی یه نفر از یک خانواده کار میکرد، همه اعضای خانواده میخوردن. ما تو دوره خودمون نگاه کن، بچه خودمون بابامون کار میکرد، مادر سر کار نمیرفت. بعد حالا مثلا مادر من فرنگی شد، اول بابام بود ستون خانواده، پدران دارن کار میکنن، اکثر خانم‌ها خونه دار بودن اکثرا. رفتیم جلوتر دیدیم نه، یه نفر نمیشه، باید 2 نفر کار کنن، هم پدر هم مادر باید الان کار کنه که خانواده بتونه بچرخه. بعد دیگه امروزه رسیدیم دیگه الان بچه‌ها باید کار کنن، یعنی پسر خونم بزرگ بشه، دختر خونم بزرگ، اونم باید منبع درآمد بده. یعنی ما داریم به موج کشاورزی برمیگردیم که همه اعضای خانواده باید کار کنن که خانواده چرخش بچرخه. ولی قسم میخورم فضایی رو فراهم کرده که فقط کافی یه نفر بچرخه. بچه‌ها من تو خانواده خودم، تو خانواده پدر مادری خودم، خانواده‌ای که خودم دارم و خانواده‌ای که مثلا الان خانم امینا رو دارم میبینم، تو خانواده خانم امینا 2 نفر دارن میچرخن، همه اینا دارن با اون میچرخن. تو کل خانواده خودم من فقط دارم میچرخم. من خانواده خودم، همسرم، بچه‌مو دارم زندگیشون رو ساپورت میکنم، پدر مادرم هم هستن، برادرام هم هست. یعنی یک نفر فقط کافیه توی خانواده بچرخه و بعد زندگی همه رو میتونه بچرخونه. توجه میکنی؟ اینم واسه من یکی از اون ویژگی‌های جذاب که تو عصر جدید، که من قطعا تو سال جدید، تو سال اصلا هر چقدر شاید سخت‌تر بشه بولتر میشه. این همیشه همینجوری بود، هر چی شاید سخت‌تر بشه. برای همین ما هیچ ترسی نداریم. دوست ندارم که شاید سخت بشه برای مردم، ولی داره میشه دیگه، کارش نمیشه کرد. اما واسه قطعا درشای جدیدی باز میشه. ایمان دارم، اینو دارم میگم، این 1403 اونهایی که درست بردن جلو، امسال رو درست تموم بکنن، سال 1403 سال رویایی براشون میشه، سال رویایی میشه، چون همه دنبال یه کارن. الان همه این از بچه 18 ساله دنبال پول درآوردنه، چون اون 18 ساله رویاهایی داره که پدر مادرش دیگه نمیتونن بهش کمک کنن. و اگه بهش بگی که تو میتونی رویای خودتو به دست بیاری، چرا که نه. خیلی هم عالی. به عنوان سوال آخر، اگه 1 دقیقه تا 2 دقیقه این سوالم تموم بشه، ما رأس 22 جلسه رو اتمام برسونیم. اینکه امروز به معرفی میشه، حالا چه جوری معرفی شد و دفتر مجوزداری تو رشت نبود، تو پارک جلسه برگزار میشد، الان دفاتر هست، وجود داره، خیلی شرایط متفاوته. شما اون انتظامات جلوی در، اون افرادی که دارن وظیفه حراست رو بر عهده دارن، من اصلا با همون آقا اینجا صاحب داره، ولی خب مثلا تو پارک برگزار کردن یه ذره متفاوته. نمیگم خیلی سخته ها، شما نشون دادی که میشه انجامش داد، خیلی هم دارن کار میکنن، ولی خب شرایط فرق میکنه. یا مثلا فکر کنم شما موقعی که تشریف آوردین 500,000 تومان فرهنگ فروش بود، درست میگم؟ نه 200 تومن، 200 تومان، 100 تومن، 150 تومان. آره میزدن 120 تومن، 110 تومن. الان مثلا صحبت روزانه 2-3 تومن شما به سادگی انجام میدید، 100 میلیون فروش، 100,000 تومان به خندم میگیره. امروز استارت بزنه 0 و 0 0 و 0، یعنی هر آنچه که هست نیست، شروع کن. و از دایرکت های الانتون هم میتونید استفاده کنید. کلا این
پاشید همه چی تموم شد، شروع کن مثلا دوست داری بیار، دوست داری مثلا دایرکت های دیگه‌تون رو بیار، یه 3-4 تا بچین وردا بریم جلو. به نظر شما چند ماهی میخوره؟ زیر رو 4 تا سال لاین. میزنم. من امروز داشتم دقیقاً در مورد همین موضوع جلسه راهبرای سامره صحبت می‌کردم، گفتم زیر 1 سال. آره من زیر 1 سال میگم، چون یه سری من بعد با این دایرکت هم حساب نکردم، گفتم از 4 تا آدم جدید بیارم و باهاشون کار کنم، 4 تا آدم جدید و سختی‌های مسیرم در نظر گرفتم، چون من دیگه ندارم. اگه داشتم این پول منو بگیرم بهم بدن و من 4 بذارم، با پول خیلی فرق. من بنا گذاشتم که صفرم الان، خودم هیچی ندارم شو کنم، هیچی ندارم نشون بدم، ویترینی وجود نداره و قرار 0 بسازم. واقعا 1 سال، واقعا زیر 1 سال. یعنی اصلا درست کار کنید زیر 1 سال، همین الانش هم زیر 1 سال. اگه شما الان ما این دارن زیر 1 سال نمیده به منتها اونا چی ان که تو نیستی، اونا یه جوری دیگه میبینن، اونا یه چیز دیگه میخوان، اونا مسئولیت رو قبول کردن، اونا دارن درست کار میکنن، اونا وسط گودن. یه سال لازمه که از صبح تا شب بزنی. آقا یه سال دیگه، ما موقع داشتیم کنکور میدادیم، معلممون بهم میگفت آقا یه سال قرار سختی بکشید. یه سال 10 سال نیست که، حتی یه سال نبود 9 ماه بود، 9 ماه دیگه 10 سال نیست که، یه ساله. واقعا اگه بهش نگاه کنیم بچه‌ها، این یه سال چه بخواد چه نخواد بالاخره میگذره. پایان 1403 میاد، امسال تموم شد، 2 ماه دیگه مونده سال تموم شد. 1400 تشکر فراوان. آخرین سال زندگی تو باشه که این شکل. وقت داری چون دیر لایو شروع کردی، تایم داری، نگران نباش، تایم دستم. آره چون 21 و 4-5 دقیقه. آخه یهو قطع که نمیشه که، تایمر نمیندازه. میترسم. یک دقیقه صحبت انتهایی جمع کنیم واسه من صحبت هم تمام شد. شما اگه میخوای صحبت کنید خودت بعد جمعش من کن. حقیقتش بسیار لذت بردم و فکر کنم جلسه بسیار بسیار متفاوتی داشتیم کنار هم، مثل همیشه صحبت‌های تازه و خب یه سری جملات شما قشنگ جمع کرد داستان رو، جملات کلیدیتون بود. امیدوار هستم که عزیزان از این جلسه نهایت استفاده رو برده باشن. نمیدونم دیگه دفعه بعدی که قراره همچین جلسه‌ای برگزار شه کی باشه و اینکه آدما چجوری خودشونو باور کنن. یعنی آدمایی که میگن من تو خودم نمیبینم، من مثلا خودمو باور نکردم هنوز، من احساس میکنم من نتونم، احساس میکنم یه همچین فضایی. صحبتتون با اینا اگه صحبتی هست بفرمایید، 1-2 دقیقه جمعش کنید. مثلا من چرا باید بشم؟ چرا فکر میکنید من میتونم موفق شم؟ چرا فکر میکنید مثلا میشه؟ من فکر نکنم بتونم. آدمایی که شاید خودشون رو بزرگ نمیبینن، نمیخوام بگم خودشون رو کوچیک میبینن، خودشون رو بزرگ نمیبینن یا یه همچین فضایی دیگه. من این صحبت ها شاید 5 سال 10 سال پیش بود، الان اصلا من چون غیر تو آدمای بیرونم میبینیم این خیلی هدفمند شدن، خیلی ها دنبال یه لایف استایل مثلا خیلی جالب شده، خیلی ها دنبال موفق شدنن. من فکر نکنم مثلا 10 سال پیش این تعداد آدما دنبال خاص بودن و برند بودن و موفق شدن بودن. فکر کنم الان خیلی تعدادشون زیاد شده حقیقتا. میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که این مخصوصا یک خوب دارن زندگی میکنن، یه سری دیگه یا باید باشی خیلی خوب زندگی کنی. من میگم اگه شما بدونید که همه تو یکی مثل خدا بالا سرتونه، من بعید میدونم هیچ سختی داشته باشه رسیدن به موفقیت. اگه بدونید که همه، اگه ببینید سواری ماشین خوبه تعجب نمیکنه به خاطر اینکه میگه، ولی من میگم من همه آدم همشون یه خدای بالا سرشون دارن که به خاطر اون خدا بودنش میتونن باشن. اگه بدونی که خود توقع زندگی متفاوتی داری، توقع داشتهای متفاوتی داری و شروع تحولات از این نقطه شروع میشه که تو از خودت توقع داشته باشی، از زندگی خودت توقع داشته باشی، از 27 سالگی خودت توقع داشته باشی، از 35 سالگی خودت توقع داشته باشی، از 4 سال بعد خودت توقع داشته باشی. به مجرد اینکه توقع از خودتون شروع بشه، دستاوردها تو زندگی و تحولات شروع میشه. شما دیگه یه جور دیگه ای کار میکنید، یه جور دیگه ای تلاش میکنید.
من براتون بهترین ها رو میخوام، چون اعتقاد دارم که بهترین ها سهمتونه. فقط کافی خودتونم برای خودتون بخواید دیگه تمام. آقا فکر کنم دیگه تمام بشه، تشکر استرس هم وارد نشه. فراوان، قربونت، بسیار بسیار لذت بردیم. زنده باشی. من اگه اجازه بدی مرخص میشم تا خاصی جمع بندی فدای شما. مرسی 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 از حضورتون. شبتون بخیر بچه‌ها. خدا قربون شما، دم شما گرم. خیلی لذت بردم از صحبت. تصویر یهو رفت، ترسیدم یه دفعه رفت بالا پایین شد. صحبت خاصی ندارم. ایشالله که صحبتایی که انجام شد رو مد نظر قرار بدین برای شروع. این جلسه به نوعی جلسه ورودی جدید بود، جلسه‌ای که افرادی که به تازگی به کار ما معرفی شدن شاید بتونن یه دیدگاهی داشته باشن در مورد چجوری شروع کنیم، چیا رو انجام بدیم، چیا رو انجام ندیم. فکر کنم به زودی جلسه دیگه خواهیم داشت از طریق همین پیج به صورت لایو، و یه جلسه‌ای که مجددا اطلاع رسانی میشه و مجددا در خدمت شما خواهیم بود. انشاءالله که روزانه‌تون رو انجام داده باشید. اگه انجام ندادین 2 ساعت وقت است برای تکمیل کردن و برای رو به بالا رفتن، و ایشالله که مخلصم. تو لایو حضور دارن. دم شما گرم. مرسی از حضورتون. بسیار بسیار ممنونم از حضورتون. دم همتون گرم. خدا نگهدار.